رفقا یه توضیح مختصر مفید میخوام در مورد چارت دیتای لول 2 بهتون بگم. ببینید تو لول 1 که همون شکل کندل ها رو شما دارید میبینید، فقط داری میبینی که قیمت میره بالا میاد پایین، کندل به چه صورتی کلوز میکنه و اوپن میکنه، رنگش هم حالا اینجا میتونه خب یه دیدگاهی به شما بده، در همین حده. خب شما این کندل رو نگاه کنید، بادیش اومده تا اینجا کلوز کرده، دقیقا همین رو اینجا شما توی دیتای لول 2 هم دارید. من این نمودارش یکم بکشم اینورتر، ببینید این همون کندله، منتها با این تفاوت که شما تمام کانترکت ها، قراردادهای خرید در سمت راست و فروش در سمت چپ رو دارید میبینید و خب حالت هیستوگرام هم شما میتونید فعال بکنید، ببینید که اینجا مثلا 15 کانترکت 24 کانترکت فروختن، یا مثلا اینجا 2 کانترکت 5 کانترکت و حالا 10 کانترکت 14 کانترکت خرید انجام شده، که حالا اینا در هر جایگاهی از این کلاستر، اینجا دیگه بهش میگن کلاستر نمیگن کندل، در هر جایگاهی از این کلاستر شما یک معنی خاصی رو میتونی داشته باشی. متوجه مثلا اینجا 48 تایی که شما داری میبینی خب خرید نیست، اینجا داره نشون میده که یه احتمالا یه استاپی اینجا جمع شده، یه استاپی خورده، حالا خیلی ارزشمند نیست ولی میگم که بدونید هر کدوم از اینها میتونه یه معنی داشته باشه. ببینید این چارت لول 1 صرفا فقط بادی، شادو، رنگ کندل و اینجا اصل ماجرا حجم‌های کلاستر رو بهتون نشون میده، ورود و خروج رو داره بهتون نشون میده. ترید کردن یعنی این، و اینا شما با یک چارت دیتا لول 1 چی میخواید از توی مارکت ببینید.